ببینید اینهایی که دارن به ما نشون میدن، خواهر من، برادر من، این حقیقت نیست. یه همچین آدمی وجود خارجی نداره. همون هنرپیشه آنچنان، ببینید نگاه کنید، بذار من اینو توضیح بدم. اون هنرپیشه آنچنانی که تو فلان فیلم غربی طرف میبینه، او به خدا خودش همون شکلی نیست. یه همچین موجودیتی وجود نداره. این وهمه. همچین آدمی وجود خارجی نداره. یکی از زیبایی چهره داره، قدش کوتاه. یکی از نمیدونم قدش بلنده، اندامش متناسب نیست. یعنی گل بی عیب خداست. اما اینا دارن گل بی عیب طراحی میکنن. یعنی همون آدمی که شما اونجا میبینی یه نفر با قد 1.55 و یه زنو با قد 1.70 تو فیلماشو نشون میدن. این تو ذهن شما میشینه، یکی که قدش اینجوری باشه، اندامش اینجوری باشه، چش و ابروش اینجوری باشه، کدگذاری میشی که همچین شخصی وجود خارجی نداره. به خاطر همین این مرد متوهم و خیالی بار میاد. خیال کار سحر، مگه خیال اثر سحر نیست؟ یخیل الیهم، قرآن میگه میگه که اون کسایی که از حضرت موسی اومدن عصا انداختن جلو مردم، اونا مار نشد، خیال کردید شما مار دیدید، سحر کردن چشمان مردم را. آیه قرآن اینه، کار خیاله. شما تو خیالت همچین موجودی وجود داره، مطلقا در عالم واقع همچین موجودی وجود خارجی ندارد، بلکه کلا سر شما رفته. دروغ میگید. و او زن باید رقابت کنه برای رسیدن به یک موجود خیالی که هیچگاه نخواهد رسید. آقا این مسابقه به پیر به پیغمبر خط پایان ندارد. نروید، برگردید از نیمه راه، برگرد من با تو کاری ندارم، برگرد هم راه، برگرد من با تو کاری ندارم. از روز آغاز گفتم این راه پایان ندارد، ای خسته از راه برگرد من با تو کاری ندارم. این یعنی یک بحث اثبات شده است. این هنرپیشه های هالیوود قبل و بعد از گریمه. یعنی قورباغه را رنگ میکنن جا بلبل میفروشن. یک کلام. یعنی این چهره وجود خارجی نداره، این اصل چهرشه. یه پیرزن و 20 تا 25 تا با این اوضاع، یعنی مادر بزرگی من شما قالب بکنم به یکی. والا خب شما میای این تو ذهنت نقش میبنده، آقا این وجود خارجی نداره، این سحره. قدیم با سحر بین زن و شوهر اختلاف می‌انداختن، الان با سحر نوین. سحر نوین کی؟ سیستم آموزشی رسانه. ما تو سیستم آموزشی غربی و غیر غربیش که مثلا ما باشیم که همون کپی پیست غربیه، هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده. همون درسایی که مرد میخونه زن میخونه، یه درسشون فرق داره، حرفه فن. به این نجاری میگن چکشیست، به اون میگن سوزن چیست. یعنی فرق زن و مرد در دانستن چکش و سوزنه، هیچ فرقی نداره مبانی درسی. سحر رو داره هالیوود انجام میده. هالیوود عصای موسی که نه البته چوب درخت راش معنی میده، اما استاد اینا یحرفون الکلمه عن مواضعه هستن. چوب مقدس یعنی چی؟ عصای موسی. میگه موسی با عصاش سحر میکرد، البته ما میگیم معجزه بود، اما نامردم میگن ساحر بود حضرت موسی. همون حرف فرعون رو میزنن. اینا با این عصای جدید هالیوود، چوب مقدس، با همون عصا دارن سحر میکنن. حالا تازه باور کنید من حالا اینجا رو دارم میبینم، تصویر هم کیفیت نداره، اصلا دیده نمیشه. خب ایناشون بیاد تو اینترنت، افتر بیفور گرین، قبل و بعد از گریم، شما ببینید اینا چقدر تغییر میکنه. اینا با دارن رنگ میکنن. ما ما برنامه داشتیم، هی داشت ما رو اینجوری رنگ و لعاب میکلید، آرایش مارایش میکنن اینا من جلو دوربین ها. خب فکر نکنید به همه خوشگلی هست. خدمت شما عرض بکنم که همه رو از مرد و زن و همه رو یه چیزایی میزنن که البته توجیه دارن، میگن رفلکس میده، برق چی میده، باز تاب داره، انعکاس نور داره، همچین چیزی کاری ندارم. اما ما خودمون تو آینه دیدیم آره خوشمون اومده بود. و همینه دروغ بگیم نمیگیم. یعنی این هنرپیشه‌های هالیوودن. ما چند تاش همجوری انتخاب کردم، اونش که لازم شد عکسشون نشون داد، چون اینا عمدن دارن بدنهای خودشون رو نشون میدن که مرد حساسه. ببینید دقیقاً همون جایی که خدا میگه بپوشانید، به لحاظ روانی خالق این انسانه، میدونه. الان توی مسائل جنسی یک شاخه‌ای در میل جنسی اون غربی‌ها هست، فوت فتیشیسم میگن.
یعنی ارتباط جنسیش فقط با پای طرفه، به عاشق پای طرف میشه. بعد میفهمی که میگه کی گفته بود پاشنه پاتو بپوشون زن. 1400 سال پیش مطلبی گفته که الان پزشکی جدید بهش رسیده، روانشناسی بهش رسیده، اثر داره رو ذهن من. آقا این عادت میکنه و این اصلا اون عادت کردنش اینه که سطح لول سلیقش میره بالا، دیگه از اون قیافای عادی دیگه خوشش نمیاد، تبدیل میشه به یک متوهم فقط تو خیالشه. دیدی مثلا میخوام برم برای پسر خواستگاری، مادرش خواهرش میگن کی بگی، میگه یکی بگید شبیه فلانی باشه، اسم میبره، آدم مشخص میکنه. یعنی من لول سلیقگیم شده کی؟ سرکار خانم هنرپیشه فلانی. غیر اینه؟ نه حقیقتیه دیگه. میگه من از این قیافه خوشم میاد. وقتی این قیافه بسته شد، بابا او 2 تا بوده، یکیشو برداشتن آوردن تلویزیون، اونم با کلی گیریم و کوفت و زهرمار. همه ایرانیاشون هم همینن ها، همه ایرانیاشون هم همینن. فکر نکنید مثلا اینا کل گیریم و اینا میشن میان جلو دوربین. این تو ذهن این طرف میشینه. چی میشه؟ شماها افتادید در یک مسابقه بی پایان برای راضی کردن بیماران. تمام شده. این راه پایان هم نداره چون حوزش خیاله، هیچ وقت شما نمیتونید. شروع کردن با هم رقابت کردن، اول شروع کردن آرایش کردن، بعد دیدن نمیرسه، رفت زیر تیغ جراحی. یعنی گفت استخون بندی ما عوض کنم، به تراش استخونم و تو شبیه این بشم. آقا رسول الله میفرماد از نشانه های آخر الزمان این است که دانشمندان چهره های مردم را مسخ میکنند. این چهره رو تغییر میدن. کار به اینجا میرسه. کلی فرم میدن به چهره، لک و پیس رو میگیرن. حالا و اصلا یکی دیگه آدم اینه یکی دیگه. بعد شما میبینید چه عجب، اینا تازه خیلی هم چی هم بیریختن. ایرانی ها به لحاظ ژنتیک اصلا زیبایی دارن، خب چون جایی قرار گرفتن که معقول چهره و نژادشون. ما نه مثل روسا خیلی سفیدیم، نه مثل آفریقایی ها خیلی سیاه وسط، نه قدمون مثل چینی ها خیلی کوتاهه، نه مثل مثلا فنلاندی و دانمارکی و اینا، هلندی ها قدمون 2 متر و فلان، آفریقایی 2.20 هم دارن. یه چیزی متعادلیم به همه جوره. به خاطر هم میگن تو ورزش ها 3-4 تا کشور رو مشخص کردن که اینا عمده ورزش ها رو مردمش میتونن انجام بدن. یکیش ایرانه. چند تا کشور گفتن اینا به لحاظ ژنتیکشون جوریه که تمام یعنی هم کشتیشون میتونه خوب باشه، هم فوتبالشون، همه چیشون. خب این ویژگی رو شما ببینید چه تغییری جای سحر. بابا این سحر رو ذهن توی مرد اثر میگذاره. یعنی این الان شما در حالت عادی ببینید، شب ببینید سکته میکنید، هم فکتوس میزنید، نیاز به بیمارستان دارید. حالا اینجا لک و پیسای صورت این زیاد دیده نمیشه، اینا میخواستم این تو فتوشاپ هم هست. خب این متاسفانه در ایرانی ها اثر گذاشت. نمونهش چیه؟ تمایل شدید ما ایرانی ها به روتوش کردن عکسامون. یعنی چی میگن؟ ماسمالی کردن. میره فتوشاپ میدی درستت من خوشگلت میکنه که خودون شکلی نیستی اصلا.